خفن دیگه از چنلمون اومدیم اینجا بهتون مثلا اونایی که تازه واردن تو روبلاکس نمیدونن چیه قضیه چیه بهشون یکی از تئوریا رو میدونم، حساب که خیلی هم بازی کردن، مثلا 3-4 سال بازی کردن ولی اینا رو نمیدونن. منطقیه من اینه، اونا هم نمیدونن. پس برو بریم که بهتون یاد بدیم. Let's go. 2000 years later. خب دوستان، اولین رازمون تو اداره پلیس اگه بریم پایین از نردبونه که خودتون همتون میدونین اینطوری به این شکل بیاین پایین واسه این بریم بالا. وقتی کم صدام گرفته. وقتی که رفتیم بالا خب اینجا میتونی خیلی ایزی، حالا مثلا قایم شکل زمین بسازین یا چیز دیگه میخوای کلا قایم چه از پلیس این کار میتونیم بکنیم. و کار دوم، سلام علیکم. خب دوستان رسیدیم. آی کلنگی علی گیر کردم، علی گیر کرده کلم این تو بابا، کلم گیر کرده، کلم گیر کرده میگم برم بیاید بابا یه دونه میمه هست. حالا توی نجده که مثلا کارتون خوب برمون داریم که من اینجا کور شدم از خب وقتی که اینو برداشتین میریم بالا. خودتون هم میدونین دیگه، نیاز بگم خفنین هم جا همین 1-2 دقیقه پیشه که دوزی کرد رفت. وقتی که مثل دزدا که مثل دزدا که بخشید وقتی دوز میشه میان دوز میکنه از این راه میتونین بیان و خیلی لذتش من چند تا راه داره، یکی به استخره یکی به یه جا دیگه است، مثل اینکه یکی دیگه هم اینجاست. بله همینو میریم. خب رسیدیم اینجا که برای همه شمشار میزنن تو من خودتون تو جی تی سب میکنیم مثل خیار میاد بالا و ایزی. حالا راه استخرش هم هست، داره بارون میاد. چند ماه روبلاکس بازی نکردم، بارون بهش اضافه شده چه اینجوری شده، خیلی خفن شده. یه چیزی میگرد باری بعدی چیزیه که تاری نیست بچه ها و اینکه اکثرتون شاید بدونه. ای برف اومده برش استخر خیلی خفنه، خیلی آپدیت جور جدید رو خفنه واقعا. جدی میفرمایید؟ و اینکه اینجا یه گانه مثلا هر گانی میخواین انتخاب کنین که این دو چیزا. حالا من یه سوردم ازش شد خیلی خفنه تو بازی واقعا، یادم چیز میز جدن اضافه شده. ای بابا حالا ما خواستیم یه ایکی مرده مثل این که بچه ها. خب اینو بر میداریم مثلا این گوشه میذاریم روی این علامت پایین این چیز پایین F، حالا تو پی سی اینطوره، یعنی اون علامت ستینگ که اون گوشه است. اوکی تیم رنگش این شکلی کنیم تیم رنگش این شکلی، حالا ماشاءالله خیلی خوشگله. خب رنگش این شکلی کنیم یا اینجوریش کنیم خیلی خفن میشه، اینجوریش کنیم. هی کار میتونیم کنیم، میتونیم از چراغ بزنیم هرچی میتونیم مثل پیستول کنیم، یعنی میتونیم صدا خفه کن بزنیم. نگاه خفنه واقعا. خدا این کارشون خیلی خوش آمده واقعا، گنگ خفنه باله. یه ویدیو کوچولو بود دیگه. حالا اینجا هم هستی چیزی نمیدونم یه تعریف کنم شروع باشه، حالا نمیدونم کمتون شنیدین کم اکثرتون نشیدین. تئوری چهارم خواهی که مثلا جعفر واسه یه لحظه جعفر مثل جعفر هادی نه جعفر حالا چجوری بنویسنم همینطوری خوب دیگه خوشخو خالی جعفر ای بابا اینم انگلیسی ما ره اوکی من والا نمی نویسه دیگه با ایرانی لهجه مجبر آمریکا. خب اینجا میریم سر گرد. جعفر چرا مردی بیام سر خاکت نریم بهم دیگه. ناموسن مثلا بعد ما نمیدونم چجوری میتونی از چای خدا در اینطوری هنوز ندید یا قبر جعفر نامری لامصب
بعد میگفت بعد میاد ساعت 3 شب که تو بازی ها، نه واقعا 3 شب بازی یعنی 4 از اون بعد بری تو این صدای ترسناک میاد. خب مثل اینکه زیر زده بودن. دوستان عزیز تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ. روزه که من از تو